سلام دایی. بالاخره اومدی خاندایی؟ چی شده چه نفس میزنی؟ دایی جو 10 کیلومتر دنبال اتوبوس تا اینجا رو دویدم. ماشاءالله مردم دکتر مهندس تربیت کردم، ما اصل تحویل اجتماع دادیم. خب چی کار کنم آقا جون؟ اتوبوسا کیپ تا کیپ پر از مسافره، ایستگاه نگه نمیداره. منم تا اینجا دنبالش دویدم. من رو بالش پریدم؟ پسر جان رو بالش میخوابن نمیپرن. من که اسم بالش نیاوردم آقا جون. ای کاش یه دوربین داشتیم این لحظاتمون رو ثبت میکردیم بالا. به نظرم تو با این قیافت هیچ جا ثبت نشی بهتره، چون بعد که ببینی رویت خراب میشه پسر. آقا جون این چه حرفیه؟ قیافه خاندایی مگه چشه؟ چشنی گوشه. مثلا از صبح فرستادمش 2 کیلو میوه بخره، بازم بسته خالی برگشته. آقا جون رفتم بخرم ولی مشکل وجود داشت. می نویزن میوه به قیمت میادین ولی به قیمت خون پدرشون میفروشن. فکر کنم منظورشون از میادین جنگه. خاندایی منظور دیده که بازم میوه نخریدی؟ میخواستم بگیرم دایی جون ولی قیمت میوه یه جوری شده چند وقت دیگه عکس نارنگی و انار رو میذاریم تو پیج می نویسیم اگه باهاش خاطره داری لایک کن. اگه قاطر داری پارک کن. کامیت با کی بود بابا؟ آقا جو خاندایی داشت از گرونی حرف می‌زد. قاطر چیه؟ گرونی؟ به نظرم این واژه تو فرهنگ فارسی دیگه کفاف وضعیت فعلی رو نمیده، یه اصطلاح جدید میخوایم. چطور مگه؟ کامبیز جان در کتاب تاریخ باید بنویسن پدر با 3000 تومن ماشین خرید، پسر با 3000 تومن 1 لیتر بنزین زد. خاندایی شما ماشین هم داشتین؟ به من نگفته بودی؟ یادش خیر آقا جون یه بکان تهران الف داشت. وقتی روشن میکرد اهل محل به آسمون نگاه میکردن دنبال هلیکوپتر میگشتن. هر به من میخندی؟ باز ما حداقل اون لکنتی رو داشتیم. چرا نمیگی یه سال پولاتو جمع کردی که ماشین بخری؟ آخر سال با پولات 3 تا سطل ماست پاستوریزه خریدی پسر. حالا خوبه منم بخندم بهت؟ خاندایی یعنی وضع اینقدر خرابه؟ خراب؟ دایی زندگی تو این مملکت الان مثل سفرمون میمونه. وسطش عکس چلو کبابه اما ما روش املت میخوریم. کامبیز جان این نصیحت منو به گوش بابات برسون. فوت کنی تو کیسه فریزر یا گوشه نگه داری. فعلا هوا مفته ولی هیچ تضمینی وجود نداره آخونده فردا براش کنتور نذارن بابا. کامبیز جان تا آقا جون نزده تو نخ کباب یه خبرداری از این مشنگای نظام بخواه حداقل یکم بخندیم دایی. الان بخونم خاندایی. تو فضاترین اظهار نظر هفته محسن رضایی گفت اقتصاد ملی راه بیفتد هیچ ایرانی درآمد زیر $50,000 نخواهد داشت. میگم مردم با هواپیما پرواز میکنن این برتیکه با مواد. بهش بگو اول سال جهش تولید عظماتون رو جمع کنید که نون رو هم از تو سفره ملت بریدید. اقتصاد ملیتون پیشکش. خاندایی با این وضعی که واسه مردم درست کردن چطور محاسبه کرده که بحث اقتصاد و درآمد خوب واسه مردم میکنه؟ محاسبات دایی به احتمال قوی موجود سخت‌ترین کار محاسباتی تو زندگیش این بوده که بیسکویت تو چه خط تو چهی نگه داره که نرم بشه ولی وا نره. چیزایی میگی بابا جان تو این 41 سال کاری کردن که الان روشنایی ما تحت حشره کرم شبتاب از آینده ایرانی‌ها روشن‌تره، مگر اینکه یه مراسم خط واسه کل نظامشون تو خیابون برگزار کنیم. خسرو میوه که نگرفتی حداقل بپر 2 تا چایی بریز بیار. باشه آقا جون بازم من میرم.